یه نفر میاد حرم حضرت معصومه زیارت میخونه و بعد دعا میکنه، با حالت گریه التماس به حضرت معصومه عرض میکنه من قم زندگیم به خاطر مستاجر بودن سخته، یه عنایتی بفرمایید برای من یه خونه بخوام. این مردی که خونه میخواست یه شب دختر موسی بن جعفر رو در همون پوشش الهی در عالم رؤیا دید. حضرت معصومه به صورت گلایه فرمود میایین پیش ما، چرا چیزای کوچیکم نمیخواد، به من خونه بده. شد دعا. خونه میخوای؟ درست شدن وضع مالی میخوای؟ برو قبرستون شیخون سر قبر میرزای قومی، اونم از آبروداران پیش خداست، به اون بگو به خدا بگه خونه بهت بده. پیش ما اهل بیت که میاین کل خیر دنیا و آخرت رو از ما بخواین، ما دستمون بازه. چرا چیز کم میخواین؟